ماهتون در هر کجای این کره خاکی که هستین. عرض کنم خدمتتون که همونطور که خیلی از شما عزیزان میدونید، حالا شاید خیلی هاتونم ندونید، ما قراره یک سریال لایوی داشته باشیم به اسم داستان مهاجرت من، که تو استپ اول قراره که با یه سری از عزیزان بلاگر این داستان رو ببریم جلو. هر کدوم از عزیزان قراره که بیان و داستان مهاجرتشون رو برای ما تعریف کنن. اولین داستان قراره که داستان مهاجرت افشینجان باشه. افتخار دارن قراره که در لایو ما باشن. من از افشینجان خواهش میکنم که یه ریکوست بفرستن و من ایشونو بیارم بالا. شماها چطورین؟ همگی خوب؟ همه چی خوب؟ سلام بری ماه همتون. سلام افشین جان. سلام، چطوری؟ خوبی؟ ممنونم. شما خوبی؟ سلامتی؟ همه چیز خوب؟ سلامت باشید. مرسی. خوشحالم میبینمتون. سلامت. مرسی که دعوت منو قبول کردین. ممنون. مرسی که قبول کردین منو اینجا داشته باشید. خواهش میکنم، باعث افتخاره. خب ما بیوقفه بریم شروع کنیم اولین داستان مهاجرت من از زبان افشین جان رو. من در خدمتم. من یه سری سوال آماده کردم دوستان که اونها رو میپرسم. حالا در آخر، در انتهای لایو اگر که فرصت شد، شما عزیزانم میتونید سوالاتتون رو بپرسین. حالا اگه نشد دیگه این اولین داستانشه دیگه، کمی کاستی داره، پیشا پیش به بزرگی خودتون ببخشید. خب اولین سوالی که من از افشین جان دارم اینه که به کدوم کشور و کدوم شهر مهاجرت کردین؟ خب من کانادا، شهر ویتبی توی قسمت GTA از تورنتو. حالا برای دوستانی که آشنا نیستن، آره یه توضیحی بدین. آره توضیح مرسی. بدم که تورنتو قسمت‌های مختلفش اسم یه شهر هستش. یعنی مثلا مثل تهران شهر زیبا یه شهر هستش، یه شهرداری هستش برای خودش. تورنتو این شکلیه. یکی از محدوده های GTA هستم که در شرق در واقع تورنتو هستش. درسته. یه چند تا از شهرهای جی تی ای هم میگین بهمون شهرهای اسمشونو؟ GTA حدود 15 تا شهر داره. از شرق، از همیلتون، از غرب از همیلتون شروع میشه و برامتون، که حالا هر شهر یه کامیونیتی خاصی زندگی میکنن. مثلا مثل برامتون که هندی ها زندگی میکنن. در شمال GTA ریچموند هیل هست و نیو مارکت که ایرانی ها عمده ساکنین این منطقه هستن. و در شهر که ما هستیم، ما تو ویتبی هستیم. ویتبی، آشوا، کلارینگتون، ایجکس، اینها شهرهایی هستش که تو این منطقه. بعد هر 4-5 تا منطقه، هر 4-5 تا شهر یه منطقه حساب میشه. مثلا ما تو منطقه دورهام هستیم، شما تو منطقه یورک هستیم. دقیقاً. مرسی. خب من یه نکته رو یادم رفت بگم. ببینید دوستان، ما توی این در واقع لایو، ببخشید من این فراموش کردم اول لایو بگم، وسط حرفتون میپرم. 2 تا هدف داریم. یکی این که عزیزانی که مهاجرت کردن تجربیاتشون رو با شما به اشتراک بذارن که قطعا خیلی مفیده. به نظر من هر یک نفری که مهاجرت میکنه، حتی اگر 2 نفر بیان همسایه همدیگه هم بشن، یک تجربه منحصر به فردن و خیلی متفاوته تجربیات. و نکته دومش هم این که من سوالاتی نوشتم که ممکنه که هر عزیزی که ازش سوال میپرسم یه دونه از اون سوالات یا چند تاشون مایل نباشه جواب بده. و این داستان در این راستا هستش که ما میخوایم فرهنگ سازی کنیم و اگر که مایل نیستیم به هر سوالی جواب بدیم، خیلی راحت بگیم که من مایل نیستم به این سوال جواب بدم. بنابراین این نکته هم در نظر داشته باشین که ممکنه عزیزان به سوالات من جواب ندم و این خیلی نرماله. خب سوال بعد این که افشین جان، از چه طریق مهاجرت کردید شما؟ من با ویزای توریستی اومدم، خودم و خانوادم، و به این علت که سابقه سفر از شرکتی هم کمک نگرفتم، ولی خب سابقه سفر من خیلی بالا بود. یعنی سابقه سفر خارجی، خب 30-40 تا سفر خارجی داشتم که 7-8 تا تو حوزه شنگن بود. قبلش نمیدونستم، قبل از اینکه بیام کانادا فکر می‌کردم چه راحت ویزا گرفتم، ولی بعد که اومدم کانادا متوجه شدم که متوجه شد. این خیلی فاکتور مهمیه در ویزای کانادا گرفتن، که سابقه سفر خارجی از همه چیزهای دیگه مهمتر هستش. بسیار عالی. خب چند وقته که مهاجرت کردین؟ 1 سال و 2 ماه و 20 روز. آدم روزاشو دقیقا میشماره دیگه.
شما چقدر شد؟ ما شما چقدر شد؟ من حالا به این دقیقی نمیدونم ولی ما 10 ماهه، هنوز 1 سال 10 ماه. نشده. ما اکتبر میشه 1 سال. خب پس منتظر جشن یه سالگی هستیم. انشالله انشالله. خب بهترین و بدترین اتفاقی که توی مهاجرت براتون افتاده چی بوده؟ برای من 2 تا بچه دارم. بهترین اتفاقی که برای من افتاده، برای خانواده من افتاده، این هستش که یکی این که بچه هام توی مدرسه‌ای میرن درس میخونن که یه سری خرافات و یه سری چیزهایی که من دوست ندارم و قبول ندارم بهشون آموزش داده نمیشه. حالا نمیخوایم خیلی سیاسی بکنیم بحث و بله، اینها، ولی به هر حال صحبت اجتماعیه. آره، ولی به هر متوجه. حال چیزهایی توی مدرسه های ایران آموزش داده میشه به بچه ها و معلمین بچه های مدرسه تو ایران هستن که نماینده 20% جامعه هستن حد اکثر. و شما اگر جزو 80% جامعه باشی اذیت میشی دیگه. چیزایی به بچت یاد میدن که دوست نداری. حالا اینجوری نیست بگم آقا دیگه همه چی عالی و دیگه مدرسه پرفکت عالی هستش، ولی به هر حال بهترین اتفاق برای من این بود و اینکه من به علت اینکه اقلیت مذهبی بودم در ایران و از یک خانواده بهایی هستم، همیشه تو ایران حس شهروند درجه 2 بودن داشتم. یعنی ایرانی بودم، پدر و پدر جدمون تو ایران بودن، ولی همیشه یک جوری با ما برخورد شده که یک جوری با ما برخورد میکردن که انگار ما ایرانی نیستیم. یعنی یه چیزی بگم کوچولو جزء سوالات شما نیستش. من کلاس 3 دبیرستان بودم و با یه دوستی داشتم افغان بود. بعد من شاگرد اول کلاسمون بودم، ایشون دوست افغانمون شاگرد دوم کلاسمون، به نام آقای فرزاد طالب، اسمش هم یادم مونده. بعد گفتم که بهایی ها رو اجازه نمیدن که توی ایران دانشگاه برن. گفت چه معنی داره؟ یعنی چی؟ حرف چرت و پرتی میزنی. هر کسی که کنکور قبول بشه میتونه دانشگاه بره دیگه. ایشون رفتش در دانشگاه، من مشهدی هستم، ایشون رفت در دانشگاه فردوسی مشهدی که از بهترین دانشگاه‌های مشهد، و ایشون افغان بود و مهندسی مکانیک خوند. و میخوام بگم ایشون ارزش رو نمیگم برای اونا بده ها، چرا به اونها اهمیت میدن به دوستان افغان، ولی من از اون ارزشم تو اون مملکت کمتر بود. بله و اگر متوجه. این تبعیضه در اصلا در هیچ حالتی قشنگ نیست بله، و دیگه، متاسفانه. اگر که من تو ایران میموندم بچه های من هم همین یعنی شرایط رو داشتن. شما نتونین دانشگاه نتونستین دانشگاه برین تو نه، ایران؟ یه دانشگاه خصوصی رفتم و اصلا دانشگاه خصوصی الان اینجا مدرک وس اون رو قبول نداشت. چون من خودم دانشگاه خصوصی من تا دکترا درس خوندم، ولی توی ایران نه. خیلی چیزای دیگه. شما به عنوان بهایی شما توی ایران کافی خیلی موتیویشن فارسی صحبت خیلی انگیزه زیادی داشتین برای مهاجرت. پس دوست نداشتم، خیلی تمام تلاشمو کردم که این کارو نکنم، ولی دیگه یه جایی شده بود که خیلی سخت شده بود. چون میدونی که یه فرد باهایی توی ایران تا یه حدی میتونه من شرایط مالی خوبی داشتم، با تمام این مشکلات به هر حال کار خودمو داشتم، شرکت خودمو داشتم، حدود 10-15 نفر پرسنل داشتم و تحصیلات خودمو همینجوری خودم ادامه دادم. و نه، غیر خصوصی یعنی مثلا مدیریت صنعتی من درس خونده بودم که زیر نظر وزارت علوم نیستش. ولی مثلا من در تهران یه سال قبل از اینکه بیام یه همایش داشتم، مثلا 300 نفر بلیت خریدن اومدن راجع به مدیریت من داشتم مارکتینگ صحبت می‌کردیم، ولی منو خواستن گفتن که چه معنی کرده یک فرد بهایی بره روی سن برای مسلمون ها صحبت کنه. و چه ربطی به دین و مذهب داره؟ نمیدونم. اون که کلا نیست. حالا میگم که بهترین اتفاق برای مهاجرت برای من این هستش که اینجا این این صحبت ها نیسته. محدودیت و این این تبعیضا محدودیت وجود ها نداره. بسیار عالی. خب خوشحالم. خب حالا بدترین اتفاق چی بوده براتون تو بدترین مهاجرت؟ اتفاق این که آدم پیش دوستاش نیست. ممکنه اینجا شما بتونی دوستایی پیدا کنی، ولی اون دوستی که شما ایران داشتی، یک کسی این که همه مثلا سال دوستی آره، تشکیل نتیجه شکل این که گرفته. 10 سال ارتباط هستش، 10 سال بالا پایین توی ارتباط رسیده به یه نتیجه ای رسیده. خب شما وقتی که مهاجرت میکنی اونا نیستن دیگه و خلأش برای یه فردی مثلا مثل برونگرایی مثل من خیلی خلأش احساس میشه. متوجه. من خودم الان با اینکه خیلی دوستان خوبی مثل خود شما و خیلی از عزیزان رو اینجا پیدا کردم، منتها خب
دوستایی که از قدیم مثلا حتی از بچگی نمیدونم دبیرستان دانشگاه اینا همه داشتی، خیلی سخته که آدم اونا رو از دست بده. و متاسفانه من الان حتی اگه الان یه سفر برم ایران، تقریبا میتونم بگم دیگه دوست دیگه باقی نمونده. من دوستام الان آلمان، نمیدونم ژاپن، سوئد، نمیدونم آره هلند، دیگه. انگلیس، ما یعنی قشنگ همه پخشن خیلی، و این سونامی خیلی ناراحت کننده است. بله، ما سونامی مهاجرت داریم متاسفانه. بله، خیلی ناراحت کننده است. خب بریم سراغ سوال بعدی. یه نصیحت برای کسی که میخوان مهاجرت بکنن. والا این چون خیلی مرتبط هستش با حالا تحصیلات من، کتابایی که من خوندم، این سوالو من خیلی دوست دارم. نصیحت من این هستش که یه پلن 1 ساله، پلن 3 ساله و پلن 5 ساله واسه خودتون داشته باشید. یعنی اینکه بگین که من قرار 1 سال دیگه چه شکلی بشم، چه جور آدمی باشم، 3 سال دیگه و 5 سال دیگه. و برای اینکه بخوام تبدیل به اون آدم 5 سال دیگه بشم، همین امروز باید چه کاری انجام بدم. و اینکه فقط بریم یه جایی، فقط بریم استخدام بشیم، فقط یه حقوقی بگیریم، فقط زندگی کنیم، این با تمام شرایط به نظر من نمیصرفه غربت رو تحمل کنی، اگر که پلنی نداشته باشی، اگر هدفی نداشته باشی. چون که توی دنیای سرمایه‌داری غرب، به نظر من اگر که شما برنامه‌ای برای پیروزی نداشته باشی، برنامه شکست واسط ریخته میشه و چند گفتی؟ باید بالاخره روی یه موجی سوار شی و میری و برات خوب نوشته نشده، مگر اینکه خودت بتونی سری تو سرا در بیاری و خودت تلاش تو انجام بدی که موفقیت هایی به دست بیاری. هدف من، اون توصیهم حتما یه پلن داشتن هستش. خب از لحاظ مالی و نمیدونم حالا زبان و اینجور چیزا تو اینا توصیهتون چیه؟ در مورد زبان من میخوام اینو به انگلیسی پاسخ بدم اگر در مورد زبان سوال کردی. بگین بعد ترجمهش هم بگین حالا بر عزیزایی که. به انگلیسی هستی که from people eyes I can speak English fluently, but if I could travel back in time I would drop everything for 6 months before coming to Canada to just focus on learning English. یعنی اینکه من از دید بقیه و این که الان صحبت کردم روون انگلیسی صحبت بلند میکنم، صحبت اما می‌کنی. اگر به زمان برمیگشت به قبل، قطعا اگر زمان برمیگشت به قبل 6 ماه همه کارم رو ول میکردم، فقط انگلیسی این میخوندم. چون چقدر رابطه، مهمه. آره ببین، گفتم من صحبت میکنم انگلیسی و کارم با مجموعه های انگلیسی زبان هستش، ولی خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی رابطه مستقیم داره ذات زبان انگلیسی، حالا کسی که میخواد بیاد کانادا و کشور انگلیسی زبان، با موفقیت. مرسی که کاملا کامنتتم. کاملا همین. و در مورد سرمایه چی؟ در مورد سرمایه هم البته یعنی اینجا یک اشتباه خیلی رایج هستش که میگن بریم تو محیط زبانمون خوب بشه. اینم از قبل بگم، شما خودت الان هستی اینجا، بله متاسفم. میبینی که این نه، اینجوری نیستش. یعنی شما محیط، آب و هوای کانادا تو ذهن شما انگلیسی فرو نمیکنه. شما باید بیس یک زبان رو بدونی، 50% یه زبان رو بدونی، اون وقت بری تو محیط یه چیزایی یاد بگیری. تازه اونم کافی نیست، نه. یعنی باید تازه بیای اینجا زبان بخونی، تازه باید یه سری چیزایی هم اینجا یاد بگیری. دقیقا. و یه چیزی هم بگم در مورد سرمایه، بله در مورد سرمایه هم بدون پول با تمام، الان شاید من بتونم برای شما شاید 30 تا بگم، 30 تا از دلایل مهم، 30 تا دلیل بگم که چقدر مشکلات ایران رو بگم خب خوبه که مهاجرت کنیم، اما بدون پول باز هم میگم از سختیش نمیارزه. یعنی شما اگر که نمیتونین، اینجوری بگم، اگر نمیتونین 6 ماه تا 9 ماه پول اجاره خونتون رو بدید و پول اجاره خونتون رو بدین و هزینه زندگیتون رو بدید، یعنی 6 ماه بدون اینکه اگه کار پیدا کنین یا پیدا نکنین بتونین که این هزینه رو بدین، به نظر من اگر مهاجرت کنین سختی به شما وارد میشه که وارد میشه. ارزشش نداره. دقیقا. خیلی نکته خوبی اشاره کردی افشین جان. حالا منم از تجربیاتم به خصوص توی پیج بگم. خب خیلی از عزیزان هستن به ما پیام میدن، حالا به واسطه پیجی که داریم، و میگن که مثلا من اومدم فقط پول 1 ماه رو با خودم آوردم و اگه الان کار پیدا نکنم مثلا خدای نکرده مجبورم من توی خیابون بخوابم. خب این خیلی دردناکه که آدم وقتی میگین پلن،
این پلن شامل همه چیز میشه، یعنی همه چیز رو ریز به ریز باید در موردش برنامه‌ریزی بله. کنی. زبان، سرمایه است، تخصص، اگه کار پیدا کردم چی میشه، اگه پیدا نکردم چی میشه. و با توجه به اینکه الان خب من به همونطور که گفتم من دوست و آشنا خیلی زیاد دارم توی حالا هم اروپا هم آمریکا هم کانادا. اگر که آدم ها برنامه ریزی نکنن و الان متاسفانه بعد از کووید، بعد از این جنگایی که در دنیا اتفاق افتاد، کلا اوضاع کار و تورم در کل دنیا به هم ریخته. بنابراین اگر ما بدون سرمایه بیایم و اصلا با آدم تو مملکت خودشم مثلا اگر بخواد کار پیدا بکنه به این راحتی نیست که اصلا بگن 2 روز بعد 2 روز بیا برو سر کار. حالا فکر کن توی کشور دیگه با زبان دیگه مثلا قطعا اون کسی که تجربه کانادایی داره رو بیشتر از ما میپذیرن چون با اون فرهنگ آشناتره. خب این خیلی نرماله که آدم نتونه زود کار پیدا کنه. حالا اوضاع تورم و کار که خودش هم یه ذره نابسامان هستش، مهم. حالا یه ذره که چه عرض کنم بله. خیلی. بنابراین این خیلی مهمه که آدما برنامه‌ریزی داشته باشن، هم از لحاظ مالی هم از لحاظ زبان، هم از همه چیز تک تک این برنامه‌ریزی رو داشته باشن که نه اینجا شوکه بشن بعد. بله. یعنی ببینید این انرژی منفی که به نظر من خیلی منتشر میشه در مورد اینکه مثلا یعنی من کانادا بعد الان من در مورد همه کشور اروپایی هم دارم اینو بله. میشنوم. دلیلش دقیقا همینه که آدم ها بدون برنامه میان و شوک میشن که وای اصلا چرا کار پیدا نمیشه، چرا نمیدونم اصلا اگه هزینه ها رو نمیدونن، اطلاعات پایینی دارن. اینها همه چیزایی است که واقعا تو مهاجرت خیلی سخته زیادی رو با آدم وارد میکنه و امیدوارم که همه از این تجربه استفاده کنن و با برنامه بیان. ببینم این بالا یه سوالی یه بود. چیزی هم من بگم، این یکی از دلایلی که این اتفاق میفته این هستش که آدم ها با یه سری آدم هایی که نباید مشورت میکنن. اون آدمایی که اینجا هستن چون کانادا هستن یه سری چیزهایی رو هوا به اون بنده خدایی که تو ایرانه میگه. من یه چیزی بگم، مثلا یه بنده خدای تماس گرفت بود با من چند وقت پیش، گفتش که من شنیدم اگر که ما برسیم به کانادا و در فرودگاه اعلام پناهندگی کنیم، دولت تا 1 سال به همون یه آپارتمان 2 خوابه رایگان میده. و گفتم اینو از کی شنیدی؟ گفت یه دوستی که 3 ساله تو کانادا هستش. خب چی بگی دیگه؟ یعنی یه حرف غلط، یه حرف غلط، در صورتی که اینجا شلتر برای کسی که شلتر بخوای بری باید ما 400 500 دلار پول بدی، پول باید بدی، تازه اونم رایگان نیستش. این که شما بیا اعلام پناهندگی کنی، اینجا خود کانادا مشکل مسکن داره، کدوم خونه 2 خوابه رو از کجا بیاره؟ دولت مگه اینجا پول داره که به شما بخواد این چنین چیزی بده؟ اطلاعات چون غلط آفرین، متاسفانه خیلی گمراه اطلاعات کننده است. غلط میاد اینجوری این بلا رو سر آدم ها میاره. خب یه سوال خیلی مهمه دیگه، چی کار کنین که کمتر دچار افسردگی و غم غربت پس از مهاجرت بشین؟ توی پاسخ به این سوال باید بگم که تا میتون اینجا یه سری امکانات داره که ایران نداره، از اونها استفاده کنیم، تو خونه نشینیم. تو خونه نشستن، شما برای موفقیت در کانادا یکی زبان انگلیسی نیاز هستش و یکی ارتباطات. این دوتا خیلی خوب هست، این خیلی مورد نیاز هستش. شما هر چقدر بیرون بری، یعنی مثلا از امکانات اینجا یعنی چی؟ یعنی اینجا اگر تو ایران بار نداشته، اینجا شما اگر برین از بار استفاده کنید. توی ایران کارناوال نداشته، برین اینجا از توی فستیوال ها و کارناوال ها برین بله. شرکت کنید. یا مثلا مدل فروشگاه هایی که جنس های چه میدونه یه چیز، هر چیزی که ایران نیست، از امکانات اینجا، از امکانات ورزشی اینجا استفاده کنید، چون اینجا اینجور چیزا خیلی خیلی در بله. دسترس هست. شما حتی اینو بگم، نمیدونم خودم تازه فهمیدم 1-2 روز حدیث که اگر شما درآمدت کمتر از 15,000 دلار باشه و فرم تکس مالیاتیت این رو نشون بده که شما در سال گذشته کمتر از 15,000 دلار باشی، میتونی بری به مراکز ورزشی و خیلی از مراکز ورزشی بهش کارت رایگان میتونی دریافت کنی. خیلی خدمات هست. ببین آره. این اطلاعاتی که میگیم واقعا مهمه، یعنی وقتی سرچ کنی و زبانت خوب باشه که بله. بتونی اینا رو سرچ کنی از یک سری امکاناتی میتونی استفاده کنی که اصلا باورت نمیشه اصلا چیزا هست رایگانه. رایگان، کتابخونه چه کتابخونه کتاب انقدر امکانات داره که آفرین. اصلا باورتون نمیشه. دقیقا اینو حالا کسایی که کانادا هستین یا میخواین بیاین اینا رو نکته ها رو دقت کنید. واقعا یه چیز من متاسفانه همین اصلا کلا همینجور راه میری تو کانادا زمین فوتبال نمیدونم زمین بسکتبال والیبال همش هم رایگانه. و من یاد یه کلیپی میافتم تو ایران خیلی ناراحت میشم که چند تا بچه خیلی کوچیک بودن که میگفتن که توی خاک داشتن بازی میکردن چرا یه دونه زمین فوتبال اصلا تا مثلا چند کیلومتری ما یا حتی تو شهر اطراف ما نیست. در صورتی که مثلا این امکانات اینجا رایگانه، یه دونه را... توپ بگیری میتونی بری بازی کنی. هم این که
کلی ورزش میکنی، از افسردگی دور میمونی، هم که این همه امکانات رایگان، خب چرا استفاده نکنی؟ و خیلی چیزای دیگه. کتابخونه دوستان انقدر امکانات داره، چند کلی کلاس های زبان رایگان میذارن، کلی کلاس های متفرقه، نمیم نقاشی برای بچه ها، انقدر امکانات رایگان داره که واقعا حیفه که استفاده نشه. مثلا یکی از تایپ شما میتونین رایگان عضو کتابخونه بشین و برین هر چی کپی و تایپ تکثیر دارین اونجا انجام بدین مثلا. چقدر همینا میتونه اوایل تو بله. هزینه های زندگی، به خصوص که خب اوایل سخته، آدم ریال آورده داره دلار خرج میکنه، همینا خیلی میتونه کمک بکنه. مثلا شما میتونید کامپیوترهای با اینترنت پرسرعت که به اینترنت رو شما میتونید برین اونجا، از کامپیوترهای اونجا خیلی امکانات داره، اصلا جای بازی برای بچه ها داره. بهتر هستش که از همین امکانات استفاده کنی. و سوال دو و یه جواب دیگه هم دارم، اینکه یه سری ما میایم اینجا چون یکی از ما ایرانی ها آدمای خونگرمی هستیم، ارتباطات تو ایران زیاد داشتیم، اینجا میایم میخوایم اون خلا رو پر کنیم، سری میریم با آدم های مختلف دوست میشیم. ارتباط گرفتن با دوست شدن خیلی تفاوت داره. فرق داره. بعد میریم زیادی از حد نزدیک میشیم، بعد یه سری چیزهایی میبینیم که بعد این توی تنهایی و توی این غربت اذیت اذیت میشیم. پس من میکنه. چیزی که میخوام بگم این هستش که مخصوصا تو 1 سال اول مهاجرت از چی میگه، از بی کسی به بد کسی نزنین آفرین. و فاصله استاندارد خودتون رو با آدما حفظ کنید، احسنت. چون که این میتونه خیلی اذیت کننده باشه، جزء تروما تازه باشه. آسیب زننده بله، بشه. آسیب زننده، یعنی همون هیچ کس رو نداشته باشه شاید بهتر هستش که اتفاقا یه برید. نفر الان بالا سوال که پرسیدن، حالا اگه آره. فرصت باشه انشالله میرم بالا سوالا رو جواب میدم که مرتبط به این صحبت شما نوشته بود، که راست میگن از ایرانیا فاصله بگیرین. دوست دارم جواب این سوال شما بدین. ببین به صورت کلی بخوام بلا خیر بگم، نه، چون که بخوایم وسط میشه. به خاطر ملیت، آره به خاطر این ملیت یکی بگیم از ایرانی ها فاصله بگیر، که خب نه، اصلا حرف درستی نیست. موافقم، مثلا من درسته. من این حرف رو دارم میزنم که تو منطقه ایرانی زندگی نمی کنم و خودم خواستم که من منطقه زندگی میکنم که خیلی ایرانی کم هستش تو کم منطقه. هست. ولی میگم این حرف غلط هستش که از ایرانی ها فاصله بگیر. ولی اگر که باز اینو میگم، دلیلی که من اومدم از منطقه، این شاید به درد کسی بخوره، اینو بگم دلیل این که خواستم فاصله بگیرم از منطقه ایرانی ها، شاید من 1 سال دیگه مثلا بیام ریچموند هیل زندگی کنم، 2 سال دیگه بیام ریچموند هیل زندگی کنم، اما دلیل این که خواستم اولش من فاصله بگیرم این بود که فقط وقتی که میریم توی منطقه ایرانی محدود میشیم به اون ارتباطات، یعنی فکر میکنیم دقیقا. مثل کسی میمونیم که اصلا از یه کشور دیگه اصلا یه شهر دیگه میاد تهران زندگی کنه، بعد بیاد توی منطقه کنار فرودگاه امام خمینی زندگی کنه، بعد از اون منطقه مثلا بیرون نره، بعد همه نیازهاش هم تو منطقه تامین بشه، بعد فکر دقیقا. میکنه کانادا یعنی همون. استاک میشن آدما، خیلی از آدما، چون این من دقیقا یه مشکلیه که حالا شاید همه ملیت ها داشته باشن، چون راحت ترن که خب الان تو ریچموند هیل شما میری بیرون، اصلا یکی از دلایلی دیگه که توی محیط زبان یاد نمیگیرین، میری بیرون همه ایرانیان، اصلا به تورنتو میگن تهرانتو دیگه، بخاطر اینکه انقدر ایرانی به خصوص توی منطقه خاصی مثل ریچموند هیل و تورنتو نمیدونم اینا زیاد داره، میری بیرون اصلا همه ایرانیان، بعد تو محدود میشی به اون جامعه. ولی وقتی میخوای سر کار بری که زبان فارسی نیست، تو باید بلد باشی بله که ارتباط برقرار کنی. وقتی میخوای بری خرید جایی که اینطوری نیست. به بله همین دلیل خب شما انتخابتون این بوده که بتونید خودتون رو محدود نکنید به جامعه ایرانی، بتونید با همه ارتباط برقرار کنید و اون نتورکی خیلی مهمه رو به جز ایرانی ها با غیر ایرانی ها هم داشته باشید، که واقعا تصمیم درستی هم هست به نظر من. خب بریم سوال بعدی، که اگه برگردین عقب همین مسیر رو میان یا چیزی رو اصلاح میکنین؟ اگه برگردم عقب، گفتم اون قسمت انگلیسی رو گفتم که برگردم عقب خیلی بیشتر قبل از مهاجرت روی انگلیسی کار میکردم و قبل از 30 سالگی مهاجرت میکردم. منم همینطور. اینم یکی از چیزاییه که میدونی یه ذره ماها شاید حالا نمیگم گول میخوردیم، ولی خب وقتی میدیم شرایطمون خوبه توی ایران میگفتیم خب دلیلی واسه مهاجرت ندارم، در صورتی که خب اه، دلایل مهاجرت شاید صرفا دلایل مالی نباشه. این همونطور که خیلی از ماها به دلیل مالی مهاجرت نکردیم، دلایل دیگه ای داشتیم. آخه
خیلی‌ها میگن حدیث که الان شما به خاطر الان یه جوری شده که اگر کسی مشکل مالی داشته باشه اصلا نمیتونه مهاجرت کنه. نفری 100 میلیون الان پول بلیط باید بگیره بله. تهران برسه به تورنتو. فقط بلیت. فقط بله. بیا اصلا تازه رو ولش کن دیگه. پس الان در حال حاضر کسی که مهاجرت میکنه مسئلهش مالی نیست. دقیقا. خب من سوال آخر رو میپرسم و بعد بریم ببینیم اگه دوستان سوالی دارن اون بالا شاید سوالاتی چیزی مونده باشه که میس شده باشه. مهاجرت رو توی یه جمله یا یه کلمه برامون توصیف کن افشین جان. یه جمله است که جمله‌ام چند تا کلمه هستش. من میتونم بگم مهاجرت سخت ترین، هیجان انگیزترین و ارزشمندترین چالشی هستش که یک نفر میتونه در طول عمرش تجربه کنه. سخت‌ترین، سخت‌ترین هیجان و انگیزترین و ارزشمندترین. خیلی قشنگ بود. واقعا قشنگه. موافقم باهاتون. امیدوارم برای همه شرایط خوب بره تو این مسیر، استفاده کنن از این تجربیات. بسیار من خودم هم استفاده کردم. بریم بالا ببینیم کسی سوالی چیزی دوستان اگه سوالی دارین اون پایین بنویسین تا من درم بالا یه مروری میکنم. مرسی، تعریف کردن، گفتن عالی، گفتن درود. با ویزای توریستی چند درصد موفقیت وجود داره؟ خیلی سوال کلی. حالا افشین جان میخواین شما یه ذره فاکتوراشو بگین تا من بقیه سوالا رو بگم. سوالش چی بود؟ چقدر گفتن که با ویزای توریستی چند درصد احتمال موفقیت اصلا برای هیچ مهاجرت؟ آها، اگه ویزای همین. داشته باشه. با ویزای توریستی چند درصد موفقیت؟ فکر کنم منظورش اینه که احتمالاً تو پروسه آره مهاجرت مثلا ویزا درخواست ویزای توریستی آره. دادن. بستگی داره دیگه. یه نفر هر چقدر شما سابقه سفرتون قوی تر باشه، هر چقدر تمکن مالی داشته باشین. اگر که سه تا فاکتور داره دیگه: سابقه سفر، تمکن مالی و داشتن یک دعوتنامه. ولی مهمترینش سابقه سفر هستش. اما همه اینها رو هم یه نفر داره که ریجکت میشه و همه اینها رو یه نفر هم داره که بله. داره و قبول میشه. متاسفانه این سلیقه‌ای بودن آفرین. اه، آفرین. اصلا آفیسرها سلیقه‌ای برخورد میکنن. خب وقتی هر روز داره شرایط سخت‌تر میشه چطور وقت داریم برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم چند سال دیگه بیایم؟ سوال سختیه. سخته دیگه. زندگی کلا 100 سال اولش سخته. آره درست. خب اکرم گفته من نمیدونم کی گفته برید تو محیط زبانتون خوب میشه، آن را به من نشان بدید. واقعا عزیزان اینطوری نیست. خیلی خیلی سخت تر من الان. سوالم از خود شما، اون سوالی که از ایرانیا فاصله بگیر، می‌خواستم شما هم پاسخ بدید. ببینید من دقیقا ریفر میدم به اون صحبتی که شما گفتی، اینکه اون فاصله باید به حد معقولی حفظ بشه. من که خودم الان خیلی با خب کامیونیتی ایرانی در ارتباط هستم به واسطه حالا به خصوص پیجم و لذت هم میبرم از این داستان. و اصلا شاید یعنی دارم تمام تلاشم میکنم تو پیج اینو نشون بدم که آقا ما باید پشت هم دیگه باشیم. چرا هی میگن هندیا خیلی پشت هم دیگن، چینیا پشت هم دیگن، پس چرا ما نباشیم؟ یعنی اینکه هی بشینیم بگیم که بقیه دارن کار خوبی انجام میدن ما از ایرانیا فاصله بگیریم، این اصلا این اشتباهه. ما بیایم انقدر هر کدوممون از خودمون شروع کنیم. من از خودم شروع کنم، افشین از خودش شروع کنه، هر کدوم از خودمون شروع کنیم با حمایت هایی که از هموطنمون میکنیم و اینو عوض کنیم. این چیزی که حالا جا افتاده متاسفانه میگن ایرانیا نمیدونم پشت هم نیستن. خب من دارم خیلی رو میبینم پشت همن. مگه اگه من خودم پشت بقیه باشم، من یه نفر، میگن از خودت شروع کن دیگه. خب این فرهنگ انتشار پیدا میکنه. نه من اصلا موافق نیستم. باید مراقب باشین چون که متاسفانه کلاهبرداری تو هر جامعه ای تو هر ملیتی وجود داره. الان مگه این دوستان هندی عزیز نیستن مرتب همشون از راجرز و نمیدونم چی hello ma'am I'm from راجرز همینجوری با همین لهجه همشون زنگ میزنن که اصلا زنگ میزنن تو میدونی اینا کلاهبردارن باید قطع کنی. توی همه ملیت ها همین اتفاق ها ممکنه بیفته که کلاهبرداری باشه، سوء استفاده باشه، ولی خب باید مراقب باشیم دیگه. یعنی باید با دید باز بریم جلو. به قولی اون اعتماد صدر رو نذاریم، خوشبینانه بریم جلو. اگر که دیدیم که نه خب داره یه چیزایی یه جای کار میلنگه، همیشه باید تحقیق کرد دیگه. یعنی من توی پروسه مهاجرتم همیشه همینو میگم اگه میخواین برین با مؤسسه قرارداد ببندین، مثلا انقدر برام عجیبه. مثلا یه دفعه تو پیج یکی از عزیزان اومد گفتش که من به یه صرافی بدون اینکه بشناسمشون، بدون اینکه ببینمشون، تو تلگرام سرچ کردم، پول ریختم. چند میلیون؟ 600 میلیون. و واو. پولشون رو خورده بودن. خب معلومه که خب وقتی که بدون تحقیق اینقدر راحت میری، خب اصلا منطقی نیست. باید از هر طریقی که میتونی تحقیق کنی، حضوری بری ببینی، بقیه کلاینتاشو آمار بگیری، از هر طریقی که میتونی
باید تحقیق بکنی. اگر که بخصوص تو کار بزرگ که میخوای بکنی، صرافی، مهاجرت، خونه خریدن، تو این کارا اگه دیدی درست پیش نمیره، خب برو به یه نفر دیگه. تو هر قشری خوب هست بدم هست دیگه. وقتی آسیب دیده باشی از دوستی با بعضی از ایرانیان، اینجور راحت نمیگفتی که معاشرت کنید. خب اگه آسیب دیدیم با احترام، اشتباه خودمون بوده دیگه، اون تحقیق رو نکردیم اه، و زود آسیب شد. دیدیم دیگه. دقیقا. ببین البته یه چیزی هم بگم حدیثا صادقانه، اگر که اگه این صحبت خیلی هستش که میگن چرا حالا حتما یه اتفاقاتی افتاده دیگه، حتما یه سری عادیه دوتا آدمی حتما با هم خوب رفتار نکردن، حتما یه دوتا آدم های زیاد با هم دیگه خوب رفتار نکردن که این اتفاق افتاده. ولی این که بخوایم بگیم چون مثلا چون این جمع ببندیم همه رو. آفرین دیگه ایرانی ها همه بد هستن، نه. این مثل همین میمونه که ببخشید میگن حالا خانوما، نمیگم همشونا، یا تعدادشون میگن مردا همشون مثل همن، یا آقایون میگن خانوما نمیدونم همشون این مدلی هن آفرین. مثلا. خب هر اشتباهه دیگه. اصلا کلا جمع بستن، اینکه مثلا بخوای تر و خشک رو با هم بسوزونی، اینکه جمع ببندی همه رو، به نظر من کار غلطیه. و واقعا آدم خودش باید انقدر تحقیق بکنه تا این آسیبه رو نخوره. ممکنه که حالا اون با اون تحقیقات هم آدم آسیبه رو بخوره، ولی خب همیشه شرط عقل اینه که آدم تحقیق کنه و مراقب باشه که آسیب نبینه، از خودش محافظت کنه. امیدوارم که برای همه اتفاقای خوب بیفته. مرسی افشین جان، خیلی لذت بردم. عالی بود واقعا. خودم استفاده کردم، مطمئنم که عزیزان هم استفاده کردن. منتظر لایوهای بعدی ما باشین و بازم مرسی. هر جای دنیا که هستی حال دلتون خوب باشه. مرسی افشین جان، وقت زنده در اختیار ما قرار دادی. باد. قربونتون، وقت همگی بخیر. خدا خدا نگهدار.